سلام بر بچه عزیز، خوش اومدیم به این ویدیو. دوستان امروز اومدیم با بازی کامپت مستر که یکی از بازیایی هستش که خیلی شبیه کال آف موبایله، یعنی خیلی ها انگار خود کال آف موبایل، فقط با یه کوچولو تغییرات کوچولو. بله، امروز اومدیم با بازی کامپت مستر. قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلم ساب کنید و کانال زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده و شما بیاید نگاه کنید. خب اولین چیزی که ما میخوایم شروع کنیم نشون دادن اتچمنت همه. این اتچمنتیه که من چیدم، یعنی اسنایپ از نظر بازی میتیک، یعنی رگباری از نظر بازی لژند چیدم که همینه. حالا میخوایم بریم میخوایم بریم تازه یه چیز دیگه هم بازی داره، این که میتونیم سیپی دریافت کنیم. این 20 سیپی میگیری میایین اینجا گردونه میزنی. سیپی ها رو هم رایگان میتونید خود بازی دریافت کنید، بعد گردوناش نمیره. خوبیش به همین. مثلا اینجا 20 تا سیپی میخواد میزنی، اوکی. این بندریه رو داد، من اینو بیشتر دوست دارم. بعد مثلا 30 تا دیگه میزنی، این کفتر کاکل پسرم 50 تا ندارم. بعد دیگه اینطوری میزنید و جایزه میگید. اولین بازی که ما میخوایم بریم چیز گاندت مچ. نگاه کن، یعنی میخوام مپ رو پاره کنم. برو بریم. نگاه کن، یعنی هیچ کس نمیتونه تو این بازی بکمپه، اینقدر که بازی سرعتیه. البته خیلی هم سرعتی نیست، منظور از این که جای خیلی کمپیدن نداره. هر جا بکمپی یارو میاد میزنه. هم آفلاین داره هم با اینترنت داره. آفلاینش مولتیه، بتلش اینترنتیه. ولی تازه هم ورژن موبایل داره هم ورژن کامپیوتر، دوتاش هم میتونید ببینید. فقط باید توی گوگل پلی یا مایکت سرچ کنید کامپت مستر و اینو دانلود. اوکی. اوی بد زد آجی. اوکی بریم. آجی نگاه کن، یعنی یارو جیر میگیره اصلا با این دانا. اتچمنت هم خودش واسه توی گاندت مچ رندوم میچینه، احتیاجی نیستش که تو گاندت مچ خودت اتچمنت بچینی. و اسکین ها پروفایل خیلی زیادی داره، ولی اسکیناش اندازه کالاف نیستش. هلو ایو خبره چی خبره؟ بعدی آها بعدی کلا فکر کنم یکی دو بار بیشتر نمونده. نفر اوله. اوکی. What the fuck؟ بریم. نگاه کن، مثلا اینجا اسپانشی میتونی بکمپی، ولی خب دوستان عزیز نمیذارن، سرویست میکنه. یارو انمی داره از اونجا منو میزنه. نگاه مثلا نمیذاره تو یه جای بیکمپی، در هر جا باشی میزنه کلا، فرقی نمیکنه براش. انمی کن. اوکی بعدی. عجب سطیری داره. فقط موندم من چجوری میدم اون بالا ها که من اونجا اسپام میکنم. باز دوگان. مگه
اصلا سنگین نیست، به چجوری اینو بلندشون میکنن با دو هر دست یه دونه گان. خیلی سنگین. اصلا کلا سنگینه دیگه. چه برسه به آرپیجی یا همون بازوکار که دیگه اصلا خداست سنگینیش. نه سرویس هم میکنم، سرویس حسابی دارم نمیدونم. بابا من این گانه رو عوض کنم تمومه ها. این گان آشغال رو عوض کنم. آها اسناکی یه دونه میزنی تو فکه یعنی. آی بگزن ایبی نداره. حالت های مختلفی هم داریم برای بازی کردن، ولی دوئل نداره متاسفانه. نمیدونم شاید داشته باشه من نمیدونم، ولی خب دوئل رو نداره. تا جایی که من میدونم دوئل نداره. اوکی بازی خیلی مشکله برام، یه ذره سخته با اسنایپ تو این همه انمی. معمولا ما اسنایپ رو تک به تک میرسیم بالا، یعنی اینکه کلا اسنایپ بکشیدیم میرسیم. توی تک اسنایپ همگان خیلی سخته. برای سوال ببینم به نفر دوم چی گانه مثلا رسیدم به اسنایپ کجا داره میزنه. ابک زد چقدر عالی. خود وای بابا ایزی. الان اینم با کاتانا میزنم کلهشو نصف میکنم. واسه اوکی یه دمیج رو داد. دمیج دومی رو نداد. آها ایزی نفر اول شدیم. برای بت لیولم هم 34 با سابقه 4 ماه بازی، شاید هم بیشتر. نفر دوم اسنایپ، نفر سوم هم اسنایپ. اوکی این دفعه بذار بازی رو بزنم رندوم، خود بازی انتخاب کنه ببینم چند 7 دقیقه شد یه دست. یا حسین میذارم کلا بازی همه چیزش رو رندوم انتخاب کنه، هم مپش و همه چیزش رو رندوم انتخاب کنه. برو بریم. دی آخه مشتی اینو چرا انتخاب کردی؟ دقیقا مپ چیز شیپمنت رو انتخاب کرد. اینکه شیپمنت رو انتخاب کرده راضی هم خیلی راضی، ولی اینکه باید از این تگ رو بگیریم خیلی بدم میاد. آخه علمه چی توی مپ آخه وسط این همه پلیر اسنایپ میکشه بدم میاد. بالا میکشیم ور میزنی تو خشتک یارو جرس میدی. حالا میاد خشتک تو رو داداش چیه خبره تو جنگ جهانی نیستش که اینطوری آرمان میزنی. من مگه اسکولا دارم پلی میدم. آنه جانسی حاج من چقدر اسکولم نیدو انداختم خودم دارم میدم دهنم نمیدونم چجوری نموردد منو هیچت کرد. بگم من کلا این گانم رو سنگین کردم متاسفانه. گانم رو خیلی سنگین کردم به خاطر همینه که اصلا نمیتونم باش پلی بدم. خیلی ربطی نداره داداش دهنم رو سیریس کردی. یه دقیقه لفت بده من گانم رو بچینم برام عوض کنم. همین رو برم فقط اتچمنت رو دقیقه میدونم. خب صدا خفت کنم نمیخوام داداش بردش تو اینم نمیخوام. اینم
بذارم دوربین بذارم دوربین بهتر ندارم اینو نه اینو میخوام این خیلی خوبه بذار یه نه اسنایپر دوربین سبک آها این خداست من از این خیلی خوش آخه چرا این رنگی همینو بردارم اوکی پشتی هرچی سبکتر باشه بهتر بذارم در حال حاضر یا بسیم چقدر پرمیم این بذار میخوره بهش سبکه بهش میخوره سبک باشه اینو نمیخوام هرچی گان سبکتر باشه بهتر خشابم خیلی کوچولو اینه مثلا فکر نکنم به سایز خیلی کمک کنه این چیه نمیدونم چیه ولی خب بذار اینم اینه اوکی الان تقریبا میشه گفت من گانو خیلی سبک کردم ولی کلا سنگی نگاه اوکی اینم میتونم تغییر بدم یا حسین چقدر باز کردم الان اینه من این خیلی بود چیزه همین اینو میخوام قرمز اوکی برو بریم بدون هیچ اتچمنت آنچنانی این دفعه این چیه دیگه انتخاب کردی بتلو برداشت آورد تو مولتی بتلو برداشته و ورده تو مولتی آخه مردی که یزید این چه بازیه تو انتخاب کردی بتلو کی تو مولتی بازی میکنه بسیه دقیقا میگه آره باحاله ولی اصلا حال نمیده نگاه من یه جون دیگه بیشتر ندارم یه بام نزنید منو من گان بردارم درست مگه نمیشه آرمور دارم نه ایسی آرمور دارم اوکی بریم بالا بریم خوش میشم نمیدم این بدون هیچ تمشه بفر الله اکبر اینا اصلا دمیج نشد چجوری زدمش چجوری نمیدونم با چی زد چی زدیش محو شد از صفحه بیزاره دابل دابل پوز مرز دمیجه مثل پوز ای خدا خودم رو کشتم چقدر عالی چقدر هم ولی اینوش خیلی حال کردم یه بار دیگه اینو پلی بدیم بعدش هم دیگه تمام دیگه نمیخوام اوکی این نه همشون رو غیر فعال کن مپش هم رندوم نه اینو رندوم انتخاب کنه برو بریم چند دقیقه 14 دقیقه یه رو شما دارین قشنگ نمیدونید بابا باری کلا مرس چجوری با این آخه یارو رو بزنم سیه یارو گان داره من اینجا بوز دارم نگاه منو زد بلو شاتگان داره یا حسین اوکی ریلود کن بریم اینم عوض کن اینو بریم چند نالارم رو بریم مرسی جام
مگه سر چرا جام جهانی کنی منو میزنی مرد زنم نبرسه آها بزن باری کرده بزن پشما ماجی جونم بار نمیشه چه دار کنم فقط من دمیجم سگ اوکی کجا میدونی بیشتر اینجا خیلی جاییه من همینجا میکمپم باگم چقدر هم عالی این چیه شاتگانه مرسی باید شاتگانه اینجا هم دراپه آره دراپش چقدر اصوله این دراپه پول چه نه پول عیاق نیست اوکی آفرین آلموز ندارم بزنم چی گونی داری یزید و باشه چی عجب چی چند نفر موندن 3 نفر اوی منو دارم بزنه باجی نمیرم خیلی به نفرمه او از اینجا بزنم آخه مرتی که یزید مرد یکی نیست محوه اینه باز زنده میشه عجب شانسی یه نظر دهن خودم نترکی الان من شتک میکنم اینا آخه رو بسن دیگه دیرابو کجا انداخته دیگه ازم نمیستم خود من بابا بکندیم همه شو میگه بازی مکان کمزوریه بازی خیلی خوبه تا دراپ بعدی این ثانیه مونده 2-1 دراپ بعدی کجا هدشات هنوز جون داره ایوه یکی رو با اسنپ زد چجوری بود تو اندازه نگاه کن اینجا اما یکی رو باید بزنم کجاست اوناش سکپه بابا باریکلا بابا بینازم خب برای بچه عزیز امیدوارم که یه دقیقه بایستم نرو اسکینا رو بهتون نشون بدم و تمام من خیلی از این ستا خوشم میاد بیشتر از این خوشم میاد و این ولی از همشون این رو بیشتر دوست دارم اینم از گردونه شونه پروفایلش اینه اینم چیزشه بله
بله دیگه اسکیناشو ببینم چند تا سیپی نمی پرایگانه. اوکی، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فعلا تا ویدیوهای بعدی بدرود. شینگلانانای نانای شینگلانانای